جنایات طالبان علیه غیرنظامیان 2011 2015 در سال 2011 نیویورک تایمز گزارش داد که طالبان مسئول 75% از کشتار غیرنظامیان در جنگ افغانستان بودند. سازمان ملل نیز به طور مداوم اشتران و سایر گروه‌های ضد دولتی را عامل اصلی تلفات غیرنظامیان معرفی کرده است. در سال 2015 عفو بین‌الملل گزارش داد که طالبان در قندوز مرتکب قتل عام و تجاوز گروهی علیه غیرنظامیان شدند. آنها زنان مرتبط با نیروهای دولتی از جمله قابله‌ها را مورد هدف قرار داده و به قتل رساندند. فعالان حقوق بشر این وضعیت را به عنوان نقض شدید حقوق انسانی توصیف کردند. جوخه‌های مرگ طالبان نیز با استفاده از فهرستی از فعالان و روزنامه‌نگاران خانه به خانه جستجو کرده و افراد را اعدام کردند. این جنایات باعث آسیب عمیق به بافت اجتماعی افغانستان شده و چهره‌های سیاه از حکومت طالبان به جا گذاشته است.